سلام همگی، امیدوارم که روز خیلی خفنی رو پیش رو داشته باشیم. ما تو این قسمت به دو گروه تقسیم شدیم که یه سری با قطار دارن میرن به سمت بندرعباس ای نازنین گریه نکن، و دو تای دیگه همون به خاطر اینکه کار داشتیم مجبور شدیم که فرداش با هواپیما به سمت بندر حرکت کنیم. ما رسیدیم زودتر از آیدا اینا رسیدیم و آخر شب هم به یه ساحل خیلی باحال میریم و یه غذای محلی بندری میخوریم. بعد دیدیم که اینجا خانم از این مهیابه. این منم و اسمم آیدینه. به چنل یوتیوبم خوش اومدید. سه 4 سال پیش تصمیم گرفتم که سبک زندگیمو عوض کنم و جور دیگه ای زندگی کنم و اگه شما هم دوست دارین که تو این راه با من همراه باشین، سابسکرایب یادتون نره. سلام. تیم قطار چون بیشتر تو اینستاگرام فعالیت میکنن، چند تا کلیپ اول رو ناشیبازی در آوردن و به صورت عمودی فیلم گرفتن که ایشالله تو ولاگای بعدی همچین سوتی ندن. صبح همگی بخیر. ما راه افتادیم، اکیپ 4 نفره، 2-1-1400. آقای شفیع‌پور داره زحمت میکشه ما رو برسونه. بعد ایشون هم اینجا یه قایمکی داریم. سما خانوم دیرو قرعه کشی برنده شد ولی یادش رفت. مسیر آیدین بود، محمد برام میگفت بعد میگفت برید بچه ها، ما داریم میریم سوار قطار بشیم. به مرحله چرتکی داریم نزدیک میشیم. بچه ها جا کردن بالا، رفتن بالا، الان میرم سراغشون. شما میخوای بخوابی اینجا؟ یه استراحت بکنیم که شب زمان برامون طولانی نشود. استراحت بکنیم بله تا بتونیم شب هی بخندیم، هر کرکر کنیم. الان هم وایساده، منظره هم خیلی قشنگه، خیلی قشنگ. منظره میگیریم بیاریم تو اینجا. کیو؟ سلام، حالت چطوره سما خانوم؟ ساوج بالا. اینم جاشه، اینجا خوابیده، طبقه سوم. آره بازم اینجا کسی رو داریم؟ سلام زهرا خانوم، حالت چطوره؟ خوبی؟ خوابت میاد؟ بچه کم خوابیدی نه؟ خوشمزه برای ما درست کرده. دقیقا نهار خوشمزه. ببینیم اینجا چه خبره. یه جایی وایساده، فعلا نمیدونیم چه خبره. یه جایی وایساده فعلا. سلام. حالت چطوره؟ خوبم، مرسی. شما خوب هستین؟ مرسی. چه خبر؟ من یه برنده ام که جایزه‌مو بهم ندادن. سلام. تو حق تو رو حق خوری ما دیشب تونستیم ببینیم. خیلی حق خوری. من رفتم دیدم ولاگا رو تماشا کردم تا آخرش. خودم به شخصه نوشتم، دونه دونه عددها رو فرستادم، هم تک تک، هم جمعش، هم نظر و ایده و پیشنهاداتمو دادم. بعد به من میگن چرا با 2 تا پیج نجمه؟ من واقعا قبول ندارم. این سمانه است، شریک آیدا گل و با هم دیگه مزون لباس دارن. سمانه قرعه کشی قبلی منو برنده شد ولی چون شرایط مسابقه رو کاملا رعایت نکرده بود مجبور شدیم که یه نفر دیگر رو قرعه کشی کنیم و در ضمن صاحب برند کادو بیت هم هست. من اصلا این درست نیست. از همین تریبون اعلام میکنم این نامردی، اون پول مال من بود، حق من بود و تمام. احسن. شما چی اون بالا؟ کجایی؟ سلام علیکم. صبحت بخیر. مانونات بهترین زاویه زندگی به این. الان که خیلی خوبه اونجا. کنترلگر الانم لذت میبرم. باری کلا همه چی رو داری میبینی؟ آره همه چیزی نظر خودته؟ سلام علیکم. حال شما؟ از سفر برامون بگو. سفر با قطار. سفر با یک نوشابه فانتای تلخی شروع شد که ریختی همه جا؟ همه جا. بعد از نوشابه فانتا میخواستم کاپوچینو بریزم که موفق نشدم. همش میگن نوشابه پاندا یعنی چی؟ فانتا؟ مگه ما نوشابه پاندا داریم؟ بعد هم یه فانتا.
جان ببینمش. بفرمایید. مخصوصا آقای شاهین صوفیان. نوشه جان. ما غیبتمون رو کردیم. خب خاطره های تحت گذشتمون رو ریویو کردیم. از اهداف سال آیندهمون صحبت کردیم. ساعت چنده الان؟ ساعت جدید یا قدیم؟ یا وای شروع شد. یه دونه بزن. ساعت 10. زهرا به مرز بیقراری رسیده. بعد بریم بله بله. بعد میخوایم بورس بازی کنیم. بله. بعد بازنده باید برقصه. بره در کابین بغلی رو بزنه ازشون. اوه پیاز بخواد. پیاز دارین بهش بگه؟ بله. خوب باش. بعد ما فیلم میگیریم براتون میفرستیم. باش. مرسی، تشکر از این همه برنامه جذاب شما. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. پر میکنی ای نازنین گریه نکن، پروانه آتش میزنی، تو این چنین گریه نکن. گریه نکن. خب از اون سمت من و آنایتا با پرواز داشتیم به سمت بندر عباس میرفتیم. وقتی من خواستم که اسنپ رو بگیرم برای فرودگاه، اشتباهی توی اسنپ مهرآباد رو سرچ کردم و یه خیابونی هست توی میدون آرژانتین به نام مهرآباد که مقصد اونجا انتخاب کرده بودم. وسطای راه متوجه این موضوع شدم و دقیقه 90 تونستم کارت پروازمو بگیرم. خیلی شانس آوردم و این موضوع هم باعث شد که تو فرودگاه اینا نتونم فیلم برداری کنم چون خیلی داشتم بدو میکردم. داریم میریم. وای تهران. خانم آقایان به فرودگاه بندر عباس خوش آمدید. لطفاً به توقف کابل هواپیما و باز شدن در به خروج صندلی خود را تنگ نفرمایید. همچنین دقت فرمایید وسایل شخصی خود را در هواپیما به جای نگذارید. از طرف شرکت هواپیمایی آسمان خلبان طالبی وسایل همکاران هم در این پرواز اقامت خوشی را در بندر عباس بر شما رجوع. به نظرت آیدا اینا الان در چه وضعیتی هستن؟ الان خسته، داغون شدن. الان نیمه بیدارن به نظر من، آمادن، هی دارن ازشون میپرسن که کی میرسیم. احتمالا هم یکی دو ساعت دیگه میرسن. ساعت چنده؟ یه رو به 8 شده. 8. آیدا اینا زنگ زدن دقیقاً با هم دیگه رسیدیم به بندر، ولی ما 1 ساعته اومدیم، اونا 24 ساعته. الان هم منتظریم بارامونو بگیریم. محمد هم بیرون منتظر اونا. محمد دواشی اومد تو ولاگا. محمد دواشی چند ولاگ نیستی؟ آره آخرین ولاگی که بودی کی بوده؟ از بندر برگشتیم. واقعا؟ بعد از اون 60 تا ولاگ گذاشتیم دیگه. ایشون محمد هستن، محمد بندری شدن دیگه. کمبود فاحشه. حداقل 100 کیلو از ولاگا کم شده. عجب هوای خفنی. عجب هواییه. صبحت بخیر. شبتون بخیر. رسیدین؟ بله. بله آفرین دختر سرخیز. بیدار شدی؟ بله. بهت افتخار میکنه. ایشون هم داره گوشتای سر سفره میده. ایشون هم خانومه مثل سخت خوابا رو همه رو جمع کرد داره میذاره بالا. او بندر میاد. لولولو. کجاییم الان؟ ما آغاز یک فصل جدید از زندگی هستیم. خب اسنپتون نیومده هنوز؟ اسنپ گرفتیم نیومده. هنوز نیومده. خب
بچه هم تو فرودگاه رسیدن، آیدین و آنایتا. بله همزمان هم رسیدیم. بله ما رسیدیم اینجا، خیلی اونا آدمای رسیدیم. خفن خیلی ببین چه برنامه‌ریزی بوده. ما 12 ظهر راه افتادیم ولی اونا 6 صبح امروز، ولی با هم رسیدیم. سلام علیکم. شایو محمد آقا، چطوری سامان؟ خب دیدیمتون؟ حالتون چطوره؟ چه خبر تو؟ عید مبارک. میگن محمد بندری معروفه نه؟ پیش ما بیه تهران. شما زودتر رسیدین آخر نه؟ بهش میگن مها. مها؟ مها. ما میگیم مما. برو یه تک شرخ یا علی. نیتا حالت هلو. رسیدم بخیر. زودتر ما رسیدین؟ ما اسنپ اون نگیم. تقریبا با هم رسیدیم. آره آخه بریم شیبونه بزنیم. یا علی اینم از این. فعلا خدا رو نگه. ما اومدیم رسیدیم به خونه. بچه‌هایی که با قطار اومده بودن خیلی خسته بودن. قرار بود که بریم جزیره، قرار بود بریم هنگامینا بمونیم امشب، ولی خسته بودن گفتن یه خود استراحت کنیم. بعد امروز قرار شد که استراحت کنیم بریم یه خورده لب دریا و اینا توی بندر عباس، بعد فردا بزنیم بیرون. دوستان کد مسابقه اینستاگرامی این ویدیو 504 هستش. برای آگاهی از شرایط مسابقه اینستاگرام رو فالو کنین. لینک پیج اینستاگرام هم توی دیسکریپشن همین ویدیو هست. چیزم میپزه مهیاوه. واقعا؟ آره. چی؟ مهیاوه. چی هم؟ نونه میپزم داره. روش پنیر میریزه و سس ماهی هم. آها از خوراکته. پنیر و سس داره. آره تخم مرغ. اینجا اسمش اسکله سروه. اکثرا محلی ها میان اینجا. تن و ماهی. جای بالیه. منتظر محمده. اکثرا اینایی که اینجا زندگی میکنن سنی هم، بعد ماهیگیر هم هستن، همشون قایق و اینا دارن و خونه هاشون هم نزدیک همین ساحلشه. همینجا قایق رو در میارن میندازن میرن ماهیگیری. بعد روبرو رو که نگاه کنی کنارهای کشتی ها رو هم میبینی. آب کشتی هم دارن. هفت تا برام میزنی، 6 تا برام میزنی زمان. مهیاوه یه غذایی هستش که تو جنوب استان فارس خیلی رایج هست که استان هرمزگان هم شامل اون میشه و تو این غذا خمیر رو همونجوری که میبینین یه لایه خیلی نازک روی ظرف داغ میزنن که شروع میکنه به پختن و روش پنیر لبنه و تخم مرغ میزنن که همزمان با این خمیره پخته میشه و در آخر هم یه سس ماهی بهش اضافه میکنن که در اصل اسم این سس مهیاوه است و این غذا به خاطر اینکه کلا طعمش از این سس گرفته میشه این غذا هم معروف شده به مهیاوه. اومدیم ساحل سرو، شب سرو. بعد دیدیم که اینجا یه خانم از این مهیاوه درست میکنن، خیلی خوشمزه است. یکی غذا فکر نمی‌کنم غذا باشه، فکر کنم حالت پیش غذا مثلا عصرونه اینا چیزای محلیشونه، با مزه است. خب بچه‌ها اینم از ماجرای امروزمون. امیدوارم که کلی باهاش حال کرده باشین. اگه خوشتون اومد حتما یه لایک روش بزنید چون این موضوع خیلی به من کمک میکنه. توی قسمت بعدی ما از خواب بیدار میشیم و از بندر به سمت قشم حرکت میکنیم. اومدیم اسکله حقانی داریم میریم سمت قشم. توی قشم به سمت اسکله کندالو میریم و با قایق بزن و برقص و سمت جزیره هنگام میریم.
و تو هنگام یه خونه محلی میگیریم و تا شب توی یکی از ساحلای اونجا وقتمون رو میگذرونیم. این ساحلی که ما اومدیم اسمش ساحل بولکست. پس اگه دوست دارین که قسمت بعدی رو از دست ندین، سابسکرایب کانالم یادتون نره و اون زنگوله بی پدر مادرم بزنین. تا قسمت بعدی تو خوب باش.